سه دلیل اصلی که رئال جلوی پاریس سن ژرمن افتضاح بود و 4 تا گل خورد. دلیل اول استفاده ژابی آلونسو از سیستم دفاعی 4 نفره به جای آرایش 5 نفره توی عقب زمین بود. به خاطر مصدومیت آرنولد و دین هویسن آلونسو مجبور شده بود از سبک بازی محبوبش یعنی تمرکز روی وینگ بک ها فاصله بگیره و عدم انطباق درست تیم با دفاع 4 نفره فضاهای زیادی به مهاجمای پاریس سن ژرمن داد. دلیل دوم ضعف مهاجمای رئال توی پرسینگ بود که اگه رفع نشه تو فصل آینده هم این تیمو اذیت میکنه. امباپه و وینیسیوس کلا روی مدافعای حریف فشار نمیارن و همین باعث شده بود دفاعهای پی اس جی به سادگی جلو بیان و به هافبکاشون توپ برسونن تا اینطوری بازی سازی از وسط زمینی که مد نظر آلونسو بود خراب بشه. باید بدونید میانگین بازپسگیری توپ توی 1/3 حمله برای رئال فقط 3.7 توپ توی هر 90 دقیقه است که اصلا خوب نیست. دلیل آخرم اشتباهات فردی وحشتناک رودیگر و آسنسیو بود که نشون میده این دوتا بازیکن برای فصل آینده واقعا قابل اعتماد نیستن. خیلی از کارشناسا استفاده ژابی آلونسو از 3 تا مهاجم توی این بازی رو هم یه اشتباه بزرگ میدونن. حالا شما به همون بگید که به نظرتون مهمترین دلیل این شکست سنگین رئال چی بود؟